یا یک میره برو تا برای تا بیارم من نیست نه اینه برو سه ندی نچه کسی نیفتم فهم دردی که میتونم بیسیتی نبرم او ظروف بیای نبرو فهم دردی میتونم همین چند پای من ایش کنم همیشه من دمی خوش آیا به هستایم نتوی میدیا او بعد استرس میدیم يلا صافنا يلا بدك شو تقولي yani şurası oluyor. Niye bu? Şimdi yazılı o verdi. Ya hiç kahane همسایه بود من کشیدم فهمت کشیدم همین داشو کو با کشیدم من جدا رفت هیچ کاری نمی چه او بیارندم حیات شویم بستن بدیش نادیه خب درد میشه نیتوار تو خیلی دیگه نه بودش که نه یه خورده او هم روشی شامی كم أوريدي بيعبدوا؟ قديش؟ كل داي لا هم أوريدي بتقول شو أوريدي؟ مثبتين ها حبيبي كنتي تبع كنتي تبع كده كنتي تبع كده خالص وقتتون بخیر خسته نباشید خوبی سلامتی این پسر که خیر شما لازم خدمت من دارم دوباره تا مادر میگشتم مثلا این اصلا جنابالی میشناسی اینو
میشناسیش؟ من داشتم دنبال پدر مادری میگشتم، دیدم بچه‌تون جلوم بسته بدبخت بیچاره اونجا داره لاک جمع میکنه. حساب باید رفتی لاک نکنی خیلی بین نگفتن آره بعد گشنش بود باید گفتیم گشنه بعد رفتیم خونه یک غذا خوردیم و یک کم با این پسر بازی کرد. خیلی ممنون. اختیار بریم نه اختیار بریم حالا من گفتم هم بیام پسرتون تحویلتون بدم داشتش هم تو ماشینه رسیداش تو ماشین گفتم الان درشون بیارم که اختیار بریم بفرمایید شوهرتون این چقدر خوبه این دختره چقدر نمیدی؟ میترسی اسمشو بلد نیست منم نمیدونم اسمش چیه پریروزم 2 نفر رفتن منو خفت کردن همینجا خدا لعنتشون کنه بیا بوس بده من آمون بیا بوس بده بیا بوس بده بیا قربونش برم من تو هم بیا بوس بده بیا بوس بده بیا میترسه ولش کن هیچی دیگه گفتم که ببینم پدر مادر اینو میشناسی یا نمیشناسی پسرتونم مردم تحویل دادم. خب من چند روزی بود میرفتیم کارگری خودم بچه هم یه روز رفته بودیم اومدیم دیدم یکی خونمون کلا ریخت بیرون جونورا اومدن توش چیزی کردن حیوانات خب خیلی خسته شدم تا تمیزش کردم یا حسن بیا جا بشین حسام با این رفیق شده دوست داره باش بازی کنه بهش گفتم دیگه نره زای آب جمع کنه نه دیگه طوری نیست دیگه اول هم نذاشت منو گفت که میخوام جمع کنم میخوام کمک مادرم بدم گفتم من پولشو بهت میدم هر کاری داشتی من انجام میدم برات آره پسر خوبیه هواشو داشته باش خیلی بسیار خوب دستون در نکن حالا گفتم که دست در نکن نه دیگه چای نه ممنونتم نه ما رفع زحمت میکنیم گفتم که یه چیزی لازم داری من برات تهیه کنم ولی ما همین چادر داریم و زای مثلا امکانات همون دستشویی باشه نداریم همون دستشویی نداریم تپهشو گذاشتیم دیگه کسی نبودی برامون بدو چه سیمان بیاره خب بعد با همین بخاری هم خودمون رو جمع کنیم هم روش غذا ولی مثلا خیلی برام سخته بخوام غذا درست کنم برات سخته چشم هیزم هم ندارم همین دیروز رفته بودم هیزم افتادم زمین پام خیلی درد گرفت چشم من برات بلوک میارم فردا دست در نکنه من خودم ماشین دارم خب خودم بار میکنم برات میارم فقط بلوک میخوای بلوک اگه تونستی یه چند تا سیمانم برات بیارم با یه پیشنیچ بخوام غذا درست کنم با یه پیشنیچ چشم بلوک بیارم و سیمان و یه پیشنیچ رو چشم من برم یه وسیله بگیرم بیارم برای اینا نه نمیخواد دست در نکنه بذار من یه وسیله بگیرم براشون بیارم نه به خدا من براشون بیارم دست در نکنه چیز این هم دارم بهش بدم ببخشید برم نه هنوز بشینی تا من چای درست کردم بیارم بخوری دست در نکنه دیگه به رفع زحمت میکنم چای آتیشی درست کردم بیارم بخوری دست در نکنه ببخشید بیا حسام با یه چای بخوریم چای بخوریم چای آمو گریه نکن عزیزم نه گریه نکن قربونت برم من قربونت برم گریه نکن بیا الان مامانت میاد بذار یه چای بهمون بده باشه بغل من میترسه خانم ببخشید برو بغل داداش بیا علی گریه نکن گریه نکن بیا الان مامانت میاد الان میاد بهت چای میده پیشنیش نداری دیگه همین داخل همین چیز درست میکنی آره؟ همین بخاره درست میکنم چشم من فردا چشم من فردا حتما اینا رو برات میارم چشم گریه نکن خانم ببخشید بی زحمت زودتر برید بچه داره گریه میکنه من شرمندش مریضه میخوای ببرمش دکتر والا میخواستم ببرم ماشین نبود بذار من خود الان با ماشین ببرمش دکتر دست در نکن بذار الان من ببرمش چشم همین الان میبریمش با هم من ماشین هست میبرمش من دندونم خیلی درد میکنه میخواستم برم ماشین نبود دندوناتم درد میکنه باشه الان میبرم در مونگا دکترم رفیقمه دست در نکن آره چشم چای میخوری؟ حسام عزیزم
آره بفرمایید. گناه داره این کجا پیداش کردی؟ هیچی، من یه مستاجر داشتم، یه اسمشون فریده بود، اسم خانم، اسم پسر اکبر بود، اسم دختر هم زهرا. اکبر یک ذره از این بزرگتره، زهرا یه ذره از این بزرگتره، خانم هم یه تقریبا 27 سالش هست. هیچی، من دنبال اون خانواده میگشتم، رفتم خیلی پرسجو کردم، اینو توی اتاقی تنها دیدم. گفت الان من دنبال 2 تا خانواده میگردم، یکی پدر و مادر این بیاغند، یکی هم پدر فریده و بچه‌هاش. آره. بعد رفتم پوستر چسبوندم برای این بچه. هیچی، دیروزم اونجا گفتم بهت توضیح دادم که گفتم خفتم کردن، یکی بهم زنگ زد گفت که پسر منه. من رفت به دروغ. آره من رفتم اونجا، 2 نفر بودن می‌خواستم پسر رو ببرن و قاضی کنن. آره به پلیس اطلاع دادم. آره من پولا رو بلد نیست چه اسمشو بگه. نه هرچی والا من بهش گفتم اسمت چیه نمیگه. اسمت چیه؟ پدر و مادرت کی هستن؟ هیچی نمیگه، ولی در سکوت بازی میکنه با این بازی میکنه، با من بازی میکنه، با این بازی میکنه. درسته؟ آره اینجوریه. مثلا بخندش میخنده. اینجوریه. آره. حالا من خدا هم کنه، خدا اول به شما صبر بده، کمک شما هم بکنه، ما هم در خدمت جناب عالی هستیم. چشم. هرچی از دستمون بر بیاد به خدا کوتاهی نمی‌کنیم. چشم. من شوهرم یه مدتی بود خیلی بهم بدهکاری بار آورد، منو انداخت زندون. مثلا اصلا من خبر نداشتم چش به نام من چشیده بود. من یه مدت رفته بودم زندان، اومدم باش دعوت کردم، گفتم بعد بری کار کنی. هی بودی می آورد میگفت زمستون سرد کار نیست. گفتم این مشکلات هست، زندگی باید مثلا مشکلات داره، سختی داره. به زور رفتی کارگری، گفت چند روز دیگه برم سر کار براتون پول بیارم. دیگه رفت دیگه برنگشته. منم با همین 3 تا بچه میرم کارگری. یه بار رفت ضایعات جمع کرد، باش دعوا کردم. گفتم اگه همین بفهمه با همون دعوا میکنم. حالا هم این من متوجه شدم، دیدم پسر خوبی، زرنگه، ماشاءالله زرنگه. گفت که میخوان ضایعات جمع کنم، اصلا محل به من نذاشت، داشت ضایعات جمع میکرد. گفتم پسرم بیا، من هرچی ضایعات جناب عالی جمع کردی من پولشو میمیدم، اصلا اهمیتی من نذاشت. گفت که نه من میخوام کمک مادرم. حاضر این تشریف ببر تا بریم، اگه بچه‌ها رو میخوایم با خودمون ببریم بیایم. نه همین حسام از خارج مواظبت کن تا من برگردم. میتونی؟ آره بیا بیا بشین، شما تو بشینی تا ما برگردیم. باشه؟ کیان باشه؟ حسام باشه؟ ببخشید من وقتی مادرت بودم دکتر رو آوردم، خب میام وسیلات رو بهت میدم. باشه؟ ببخشید. ببخشید وسیلای حسام هم گذاشتم داخل ماشین، بذارمشون اینجا، بعد حسام صدا بزنیم یاد میاد. بذارمشون اینجا. حسام بیا وسیلت کن با حسام. بده خودش یاد میاد. یا بشی بترم.
شرمنده جنابالی هم هستیم در بالاخره چه وظیفه مونه دست در نکنه. خیلی ممنون. اختیار داریم حتما صبح بلوچه و سیمان و پیشی هم یه پیشی بیا سیب سخته. چشم پیش کنم. فردا بلوچه و سیمان و چیز برات میارم. حالا بذار گفتم اینجا دور نزدم. خانم ببخشید من اینجا گفتم که مسیر رو درست برین بچه بغلته آرزم به خدمتت ببخشید. شرمنده بزرم شدیم. نه اختیار داریم ما وظیفمونه ما شرمنده جناب عالیم در موقع دیگه همینجاست شما تشریف ببرید اون داخل در موقع همون بغله آها دست در نکنه. اختیار دارین سپر ما وظیفه بی شرمنده تام دست در نکن اختیار خیلی ممنون دست در نه نکنه. اختیار بسیم زحمت. نه عزیزی ما در خدمتی ملام بچه تنبور هم خشوتین دست در نکنه. نه اختیار داریم بفرما کار تبیش. توری بهتشته بلشته توری نه دست در نکنه. خیلی ممنون. بذار دور یه لحظه مدرو یه لحظه مدرو یک لحظه مدرو شده و سیمان صبح با پیشی آنسی تو خب در خدمت عزیزی هر کاری هم داشتی در خدمت دست در نکن بچه تنها این برای داشت برست